یکی از ویژگی‌های بارز کدخدا آقا عنایت و توجه ویژه به جوانان روستای فینیتو بودند. قال چه خبر شده؟ صدای این موسیقی زاله از کجا می آیدی؟ کدخدا عده‌ای از جوانان بساط لهو و لعب برپا کردندی. بروید این جوانان فریب خورده را بگیریدی و حقشان را کف دستشان بگذاریدی. کدخدا آقا عده‌ای از دختران جوان بدحجابی پیشه کردندی و میخواهند به استادیوم نفوذ کنندی. آنها را دستگیر کرده و آب خنک به اونها بنوشانندی. قال کجایی؟ چه خبر شده؟ عده‌ای از دانشپژوهان فینیتو بنای اعتراض به وضعیت غذا و خوابگاه و درسشان گذاشتندی و اغتشاش میکنندندی. همه‌شان را بگیرید و به سزای اعمالشان برسانیدندی. بله، و وضعیت به همین منوال ادامه داشتندی و کدخدا جوانان را مورد لطف و عنایت خود قرار میدادندی تا اینکه چهارشنبه سوری رسید. این صدای چیست که گوش ما را میخراشندی؟ کدخدا جوانان هستندی که برای چهارشنبه سوری آتش به پا کردندی و ترقه میترکانندی. بروید بگیریدشان. کدخدا خیلی زیاد هستندی و تمام روستا را پر کردندی. دوربین را بیاورید تا تدبیری بیاندیشم. مردم فینیتو، همانطور که میدانیدی من عاشق جوانان هستم و دلم برای جوانیشان میسوزندی. در طول سال تنها کسی که به فکر مشکلات و سلامتی آنهاست همین کدخداست. خانواده ها ترقه ها را از جوانان بگیرندی و نگذارندی آتش روشن کنند. البته برای خودم نمیگم، برای سلامتی جوانهای خودتان میگویمی. آقا خانواده ها هم دیگه حرف کدخدا رو نمیخونن. با جوونا دست به یکی کردن، این که نشد که آقا.